منافق واقعی آمریکاست. نفاق واقعی عملی است که اینها دارن انجام میدن، ادعای دفاع از ملت ها. در مورد مصر نفاق به خرج میدن، میگن ما طرفدار ملتیم، دروغ میگن. اینا با دشمن ملت تا لحظه آخر همکاری کردن. در مورد تونس عین همین حرف رو میزنن، میگن طرفدار ملتی. حالا بد نیست ملت عزیز ما بدانن که رئیس جمهور آمریکا پیغام داده به ملت ایران که ما طرفدار شما هستیم. ادعا میکنن ما با دیکتاتوری مخالفیم، با حقوق ملت ها موافقیم. دروغ میگن، به دلیل اینکه اینها نه فقط به ملت های دیگر رحم نمیکنن، به ملت خودشون هم رحم نمیکنن. همین رئیس جمهور کنونی آمریکا هزارها تصحیح میکنن، هزارها میلیارد دلار را در وضعیت اقتصادی بسیار بد رکود آمریکا صرف کرد از کیسه ملت آمریکا برای اینکه بانک ها رو زنده نگه داره، صنایع اسلحه سازی رو زنده نگه داره، صنایع نفت رو زنده نگه، یعنی کمپانی ها را از جیب مردم صرف کمپانی ها میکنن، جیب کیسه کمپانی ها رو پر میکنن، کیسه بانک ها رو پر میکنن، به مردم خودشون هم رحم نمیکنن. امروز ملت آمریکا در بحران اقتصادی همه‌گیر عمیق دست و پا میزنن، راه علاجی هم ندارن. حالا شکنجهگاه گوانتانامو و ابو غریب عراق و بقیه شکنجهگاه ها باز داستان جداگانه و مفصلی است. اینا ملت ها رو نمیفهمن، درک نمیکنن. حالا آیا رئیس جمهور کنونی آمریکا میفهمه داره چی میگه؟ واقعا متوجه است که پشت سر سیاست های او کیان یا نمیفهمه؟ غافل و گیجه. اینو دیگه ما نمیدونیم. میگه مردم در میدان آزادی تهران همون مردم میدان التحریر مصرن. راست میگه. در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع میشوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست. توجه بفرمایید، در این قضایای منطقه خب موضع نظام جمهوری اسلامی روشنه. موضع ما دفاع از ملت‌ها و حقوق ملت‌هاست. ما با ملت‌های مسلمان و ملت‌های مظلوم در هر نقطه عالم موافقیم. با زورگویان و مستکبران و دیکتاتورها و خبیث‌ها و سلطه‌گران و غارتگران در هر نقطه دنیا مخالفیم. این موضع ملت ایران و موضع نظام اسلامی است. خیلی متشکر. توجه بفرمایید. این موضع آشکار و عیان نظام جمهوری اسلامی است
سیاست ها اینه، دلها اینه، منطقها و بیانها هم اینه، هم از سوی ملت هم از سوی مسئولین.